یه حرکت خیلی خوب دیگه ای که میتونید انجام بدین برای اینکه تنفس دیافراگمی رو با یک حرکت مکمل دیگه تمرین بکنید اینه که روی زمین دراز بکشید، پای یه مقدار از بدن بیشتر فاصله داره، یعنی عمود نیست کاملا، یه مقدار مثلا در حد 6-7 سانت جلوتر میذاریدش. وقتی که دارین دم رو انجام میدین که هوا رو وارد قفسه سینه میکنید، دیافراگم به سمت پایین هل داده میشه، شکم پر از هوا میشه و عضلات کف لگن در حالت خنثی هستن. همزمان پا رو به سمت صاف میکنید و پایین هل میدید. وقتی دارین بازدم رو انجام میخواین بدین، به لگن یک تیلتی وارد میکنید، یعنی میچرخونید لگن رو که این فضای خالی بین پشت و زمین پر بشه و همزمان که اون توپ فرضی در واژنه و میکشیدش بالا، بین ناف و ستون فقراتتون گیرش میندازید و بعد ناف رو میکشید به سمت ستون فقرات که کاملا عضلات داخلی و خارجی درگیر بشه و میکشیدش بالا و بتونید مثل حالت بازدم و با هوا از بدن خارجش بکنید. همزمان پا رو به حالت خم برمیگردونید. دوباره موقع دم بعدی اون یکی پاتون رو صاف میکنید و دوباره در بازدم بعدی پا رو خم میکنید. یه همچین شکلی میشه. این حرکت به شما کمک میکنه که در کنار تمرین تنفس دیافراگمی برای ریکاوری از مسائل بعد زایمان و بارداری بتونید بیشتر به هماهنگی عصب و عضله خودتون هم کمک بکنید.